دوستان و همراهان رادیو پیک، سلام بر شما. در ششمین قسمت از این برنامه امیدواریم که شریک خوبی برای لحظات شادتون باشیم. پس در این قسمت هم همراه ما باشید با رادیو پیک. اجازه بدید که در همین شروع برنامه تشکر بکنیم از تمامی دوستانی که به این برنامه ابراز لطف میکنن و یا اینکه با مطالبشون به ارتقای این برنامه کمک میکنن. یه تشکر ویژه هم داریم از دوست خوبم جواد سیمین که با نوشته های ارزشمندش تو همه جای رادیو پیک هست. شما هم میتونید با ارسال مطالب و وایس و کامنت ما رو همراهی کنید. رادیو پیک. خب به عید نوروز نزدیک میشیم و با توجه به تعطیلات عید مراقب خونه‌های خودتون باشین. همونطوری که روحانی شماره همه رو داره و به همه پیامک تبریک عید میده، مطمئن باشید که آدرستون هم داره. یادتون نرفته که کلیدم داره. حالا دیگه خودتون میدونید. خبر فوری، خبر فوریتی. محمود احمدی نژاد به توییتر حمله کرد. سهام توییتر به پایین ترین نقطه خود در سالهای اخیر رسید. امروز 15 اسفند در 4مین سالگرد در آغوش کشیدن ننه چاوز توسط احمدی نژاد توییتر را هم در آغوش کشید. بسم الله الرحمن الرحیم. Follow me at ahmadinejad 1956. That's me. What? Peace and love and best wishes. یک گاددمت کم داشتیم وسط که ما بهش اضافه میکنیم. تازه حساب ایشون مجهز به آنفالو یاب هم هست، دایرکت هم قبول نمیکنن. خدا رو شکر تا این بیاد این مستشهدین بین یدیه رو بگه 144 کاراکترش تموم شده. حالا تازه این که چیزی نیست، احمدی نژاد و بقایی و رحیم مشایی تو روز درختکاری یه دسته گل به آب دادن، ویدیو دادن بیرون وایرال شه. 15 اسفند ماه روز درختکاری. بعد خدمت شما عرض کنم که خب من اصلا کلا من خودم درختم سبز منتها اشاره‌ای نکردن که مقام عظما چه کودی پاشون ریخته که اینا نه میوه میدن، نه گل میدن، نه رشد میکنن، فقط یه چند تیکه چوب علم شده در بیابون ولایتن. تازه ترین دستاورد موشکی نظام، سامانه S-300 تار و مار می کند. ساسانه S-300 کامبیزه S-300 و بالاخره مرغاطی وارد می شود. پاچه‌خواری از رو. یگانها استقرار می یابند در جای کویر. سامانه S-300 است، همان سامانه‌ای که دنیایی نمیخواست آن را در ایران ببیند. با تحرک پذیری بسیار بالا، یک سامانه مهلک برای دشمن در ارتفاع بالا برای کشف ریزپرنده ها یعنی گنجیشک و قناری و قمری و این چیزا رو میزنه. خب بگو تیر کمونه دیگه. همین کارا رو میکنین بسیجی‌ها جوگیر میشن دیگه. بعد حالا کاخ سفید یه تشر میزنه میافتیم به غلط کردن. خب نکنین کارو. بعد S-300 میشه اسی موشه. اینم از موشک بالستیک که دادید تارومارش کرد. نابود کننده فوری، تارومار، محافظ پرقدرت، محصول فومنشینی. دیروز شهردار ولایت مدار گازنبوری تهران گفته که ما با سینما و تئاتر مخالف نیستیم، ما با فساد در سینما مخالفیم. بله خب مخالفن دیگه. بگذاریم از این که وضعیت سینما و تئاتر شهر چه ارتباطی به شهرداری و شهردار داره که گازنبوری اظهار مخالفت کردن. اما در همین راستا انتظار میره مسئولین و مقام‌های حکومتی برای اینکه از قافله چرت و پرتگویی عقب نمونن اظهار نظرهای مشابهی داشته باشن. مثلا آخوند مکارم گیربازی: ما با لذت بردن مردم از زندگی مخالف نیستیم، ما کلاً با زندگی کردن مردم مخالفیم. مقام عظمای ولایت:
ما با منقل و وافور مخالف نیستیم، ما با زغالای نامرغوب مخالفیم. رئیس کل بانک مرکزی: ما با اختلاس و دزدی مخالف نیستیم، ما با تکخوری اختلاسگرا مخالفیم. رئیس انجمن حمایت از حیوانات اهلی: ما با کله پاچه و سیراب شیردون مخالف نیستیم، ما با سربریدن گوسفندا مخالفیم. خب خدا رو شکر همیشه یه عده هستن که با همه چیز مخالفن. مخالفیم. آقای مثلا شهردار، ما هم با مدیریت شهری مخالف نیستیم، با حیف و میل اموال مردم و واگذاری املاک نجومی و استخدام‌های بیدر و پیکر مداها و برادرها و بی‌عرضه بودن شما مخالفیم. آقا مخالفیم. آقا میگن یکی از دلایل افزایش سقف حقوق مدیران به 24 میلیون جلوگیری از مهاجرت نخبگان بوده. این میزان از توجه مسئولین نظام به نخبه‌ها جای تأمل داره. نمونهش همین آقای محمود رضا خاوری از نخبه‌های اختلاس کشور که خیلی هم هیولا بود، اما متاسفانه شرایط رو برای ادامه کار مناسب ندید، دستش هم که تنگ بود، دل سرد شد و رفت، که این یک ضایعه بزرگ برای کشورمون بود. البته خطر هنوز به طور کامل مرتفع نشده. با خبر هستیم که بسیاری از سرمایه‌های این کشور به دلیل قدر نشناسی مسئولین قصد مهاجرت دارن. یکی از این نخبگان نظام سعید مرتضویه، همونی که چند وقت پیش 200,000 تومان جریمه شد و الان ظاهرا میخواد بره یه جایی که قدرشو بدونه. نه خواهش میکنم فقط یه لحظه صبر کن. مهاجرت پاسدار باقر و پاسدار محسن از خوبای دموکراسی و انتخابات که هر دفعه که کاندید میشن با قدر نشناسی مردم مواجه میشن، میتونه خودش یه ضایعه جبران ناپذیر باشه. این عزیزان رو باید بهشون یه دولت بدیم تا بمونن و خدمت کنن. تا کی پرش نخبگان آخه؟ من میرم از زندگی تو بیرون، یادت باشه خونم کردی بیرون، خونم کردی بیرون. بابا جهان استکبار میزنه میبره ها. بعد شما با افزایش حقوق مدیران مخالفت کنید. بابا اینقدر ضد نخبه نباشید دیگه، اینقدر سنگ اندازی نکنید. خب آفرین. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? خواننده سیب زمینی، نه زیر زمینی، امیر حسین تتلو امروز یه پست گذاشت تو اینستاگرامش و خطاب به آخوند روحانی گفته: آقای روحانی، من آهنگ انرژی هسته‌ای رو خوندم برای برجامتون، اما تحریما کمتر که نشد بیشتر هم شد. فقط نیروگاه ها رو ما از دست دادیم. نه معلم هندسه و ریاضیه، نه قاطی بازی سیاسیه. در پی این اظهار نظر صدای بقیه خواننده ها هم در اومده و میخوان برن تو کانال و صفحات مجازیشون به روحانی پیام بفرستن. اسی پست میذاره میگه: آی روحانی، من آهنگ بیا با هم بریم سفر دبی خوندم، ولی وضعیت گردشگری درست نشد که هیچ. فقط آقازاده‌هاتون اومدن دبی خونه و شرکت خریدن. بیا با هم بریم سفر دبی، منو با خودت ببر دبی. آقای معین هم پست میذارن که: آقای روحانی، من آهنگ دلبر خانه خرابم کرد و خوندم، اما نه تنها وضعیت خونه و مسکن مردم درست نشده که چشم شهلایش دیده پرآبم کرد. دلبر خانه خرابم کرد، دلبر خانه خرابم کرد، چشم شهلایش دیده پرآبم کرد. آقای حسین تویی هم میگه: آقای روحانی، من آهنگ دل من قفل شده و معطل یک کلیده رو خوندم، اما خبری از کلید شما نشد، ما همینجوری معطل موندیم. دل من قفل شده و معطل یک کلیده، یکی اونو دزدی دارم، بگو بینم اونو کی دیده. رادیو پیک هم میگه: روحانی رو اجاقه، چقدر اونجا داغه، حاجی تو دل مثل اولاقه روحانی. خب دوستان، به پایان آمد این دفتر. رادیو پیک همچنان باقی است. خوش و خرم و سلامت باشید. مخلص همگی. رادیو پیک.